ببینید هی میان به ما میگن که شما دارید رابطه اخلاقی خانواده رو حقوقی میکنید. نه خیر، ما وقتی داریم در تهرانی صحبت میکنیم که آمار رو مطالعه بکنید، در 6 ماهه نخست سال 404 از هر 2 ازدواج در تهران، کرج و مازندران یکیش منجر به طلاق شده. این رابطه حقوقی شده هستش. خب ما اونجایی که در قانون خانواده داریم صحبت میکنیم رابطه اخلاقیه که با هم حرف نمیزنیم. مهریه کجا استفاده میشه؟ من امروز شنیدم نماینده مجلسی که بانو هم بودن میگفتن که مهریه یک هدیه است. این ناشی از فهم غلط این نماینده از ابزارهای حقوقی. نه خیر، اتفاقا مهریه کدوم خانومی؟ عمده خانم‌های ایرانی مهریه‌شون رو مطالبه نمی‌کنن در ابتدای زندگی، بلکه مهریه یک اهرم فشاریه. می‌پرسین در مقابل چی؟ در مقابل حق طلاق مرد. جهت استحضار شما و بینندگان محترم، هر جا که آقا اراده بکنه خانم مطلقه بکنه دادخواست میده و خانم مطلقه میشه، در حالی که یک خانومی که ضمن عرض پوزش میگه من همسرم خیانت کرده و دارم در همین الانی که دارم میگم پرونده جریانی هستش، خانوم میگه من ناچارم یک آقای خیانتکار رو تو منزل تحمل بکنم، ایشون تلفن همراهشو برمیداره با خانوم دیگه صحبت میکنه. بچه‌های من داخل این منزل هستن، وقتی میرم دادگاه به من میگه نه خیر دلایل تو برای طلاق کافی نیست. ما ابزار سوء استفاده رو میخوایم بگیریم. ما چطور میخوایم پاسخ این خانوم رو بدیم؟ پاسخ خانومی رو بدیم که همسرش دائم الخمر هستش یا اعتیاد داره، میره آزمایش اعتیاد میده، آزمایش اعتیاد هم با روش هایی که حالا هستش و نمیخوایم اینها رو اشاره بکنیم پاسخ جوری در میاد که این خانوم باید یک آدم معتاد رو تحمل بکنه. خانوم ضرب و شتم میشه، میره دادگاه، قاضی میگه که حالا یه بار ضرب و شتم که دلیل نمیشه برای طلاق. من موکل پزشک داشتم، موکل پزشک میگفتش که همسر من دستش انداخته دور گردن من، داشته منو خفه میکرده. خانم 65 سالش بود، قاضی بهش میگفت دخترم، یعنی حتی قاضی نمیتونه تشخیص بده که ایشون سنش از خود قاضی بیشتره، میگفت دخترم حالا اتفاقی نیفتاده که یه مشکلی پیش اومده و میگفت دلایل شما. پاسخ این خانم ها رو چه کسی میده؟ ببینید ما نابرابری سلاح‌ها داریم در طلاق. اساساً مهریه اومده برای اینکه این سلاح‌ها رو برابر بکنه، یعنی خانم هیچ ابزاری نداشته باشه و به خاطر اینکه بخواد جدا بشه تمسک بکنه به اسر و حرجی که تفسیرش در ید قاضیه. قاضی که اصلا متوجه نیست این خانم چی کشیده، این خانم تو این خونه داره رنج میکشه و وقتی با قاضی صحبت میکنه قاضی توجهی به این رنج نخواهد کرد. ببینید خلع سلاح کامل خانم هست